سخنچینی از گناهان بسیار بزرگ و تأثیرات عمیق و جبران ناپذیری رو داره و موجب فروپاشی اعتماد میشه. گاهی باعث جدایی بین دوستان و خانواده ها میشه. گاهی هم موجب درگیری های شدید و مشکلات فراوان، تا جایی که در روایات ما نمام یا سخنچین به عنوان بدترین شخص معرفی شده. اما چیزی که باعث میشه یه شخص دست به چنین عمل زشتی بزنه، مثل غالب مفسده‌های اخلاقی، از ضعف ایمان ناشی میشه و هرچه مقدار ایمان در دل شخص کمتر بشه، جاش رو زشتی‌ها پر میکنه و اساساً سخنچینی تو قلب مومن راهی نداره. نکته ای رو که باید بدونیم اینه که سخنچینی به گفتار محدود نمیشه و حتی گوش دادن به کلام سخنچین یا دیدن تصویر یا فیلمی که در این باره است رو هم در بر میگیره و متاسفانه امروزه فضای مجازی تبدیل به مهمترین بستر برای سخنچینی شده. اما برخورد ما با این گونه افراد میتونه یه عامل بازدارنده از این رفتار ناپسند باشه. وقتی ببینه که دیگران اون رو با بی‌اعتنایی طرد میکنن، دست از این کار برمیداره و حتی جلوی خیلی از اتفاقات منفی پیش رو گرفته میشه. این بیان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در این باره است که میفرمایند سخنچینی رو تکذیب کن، خواه باطل باشد و خواه صحیح.